فیروز خیرزاده پسر دولتبک خیرزاده معاون پیشین رئیس آژانسی ضد فساد تاجیکستان از وظیفه یاور دادستان ناحیه باباجان غفروف برکنار شد. منابع معتمد در دادستانی ولایت سوخت روز 26 ایول به رادیوی آزادی گفتند که فیروز خیرزاده با سبب داشتن شهروندی روسیه از کار رانده گردید. خود دولتبک خیرزاده پدر فیروز 3 ماه باز در بازداشت است و بررسی پروندهش در قطار 9 کارمند دیگری آژانسی ضد فساد در دادگاه عالی ادامه دارد. به قول منبع برکناری فیروز خیرزاده خیلی قبل صورت گرفته بود و اکنون رسانه‌ای شده است. از دادستانی ولایت سوخت نخواستند جزئیات بیشتر این قضیه را شرح دهند. در دادستانی ناحیه باباجان غفروف هم از شرح سبکدوش شدن همکار خودداری نمودند. تماس‌های ما با خود فیروز خیرزاده تا این دم به نتیجه بود تا سبب اصلی برکناری او را از زبان خودش بشنویم. از اول امسال مطابق قانون اصلاح شده تاجیکستان درباره خدمت دولتی منصبداران دیگر حق داشتن دو شهروندی را ندارند. این قانون شرط وظیفه ماندن را دستکشی از شهروندی کشور دیگر می‌داند و در غیر صورت از منصب برکنار می‌شوند. به گفته منابع از دادستانی ولایت سوخت، فیروز خیرزاده سابق یاور دادستانی ناحیه باباجان غفروف نخستین کارمند مقامات دادستانی در ولایت سوخت بود است که رسما به سبب داشتن شهروندی روسیه و پنهان داشتن آن از مقامات از کار برکنار گردید. این در حالی است که چند روز قبل در دادگاه عالی تاجیکستان محاکمه پرونده پدر او دولتبک خیرزاده معاون سابق آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد و 9 تن از کارمندان این نهاد آغاز یافت. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان هفته گذشته در نشست خبریش در دوشنبه گفت این 10 مقام آژانسی مذکور به قلابی و گرفتن پاره و جنایت‌های دیگر متهمند. دولتبک خیرزاده سابق معاون رئیس آژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان ماه ژانویه امسال به نفقه رفته بود. او از ماه مارس سال 2015 سر این منصب بود و قبل از آن وظیفه رهبر بخش آژانسی مذکور در دوشنبه را بر دوش داشت. ولی در رابطه با پرونده پرسر و صدای منصبداران سابق این آژانسی در ماه اپریل همین سال خیرزاده نیز دستگیر گردید. به گفته برخی منابع او را در مرز ناحیه باباجان غفروف با قرقیزستان و به قول منابع دیگر در فرودگاه خوجند زمانی که میخواست قلمرو تاجیکستان را ترک کند بازداشت گردیده است.